کردی ولی مثلا پیتزایی نگرفتم. کلاب و منم هیچ وقت از اینجا اصلا به ذهنم نمیرسید که میتونیم بریم اینجا. من فکر کردم مثلا یه مجتمع خونه آدم. ببین من چجوری اینجا کشف کردم، از اون ور اومدم، از اون ور دیدم چقدر گلمولاش خوشگله. بعد از این ور یه بار کلاب رفتم نصف شب، بعد از اون ور که اومدم حتی بریم پیش ما که دیگه باشیم. اینا خیلی حیوانی میرونن. هیچی مثل اون ویدیوی منوچه نیست تو بالای درخت شاخالو جو پلاستیک خیلی خوب بود. ویدیوهای خوبی بود. به خودمون فرستاد؟ نفرستاد برای من. برای تو نفرستاد؟ خدا میدونه اونم فیک گذاشت. اون از کجا؟ آره اون خدا میدونه کجا سر در بیاره. اینجا باید بریم؟ ببین یکی از اینا باید باشه. Henry. چه باحاله. که وقتی خراب شده دوباره بعد داستاناش هم نوشته بعد اینا تبدیل به رستوران شده. آره اینا همه دباغ خونه بوده. همه دباغ خونه بوده. بازار چرمشون اینجا بود. بعدم بوده. یه جای قصدی تو اینجا اومده؟ دوره ولی ما اینجوری مستقیم هستیم. نه ما یه بار رو کجا؟ همینجا شام مزه کنیم. میز خاصی نبود ها؟ خیلی باحال. این واینریه. کدوم؟ اوه جدن؟ الان هم هست؟ اون سریه بود که من اومدم نقاشی و اینا بود. Hi. Where is it? The restaurant? Yeah. But what is this? Like office for my owner. Oh, that's an office. Yeah. But sometimes they eat. No, sometimes they eat there. If Okay. here is Cool. Okay. And where is the restaurant? here. Next one. What is the name? Hassan. Oh, what is the pizza meal? This way. Right. Ah, okay, okay. Thank you. مستانه اینجاست پیزا میوه. پیتزاه. هر کدومش شکلش قبلش اینجا هست، داستانش هم هست. من که خوند اینا رو. آره. ببین خونه این شکلی بوده، اونم همینطور، اونم همینطور. پشتش هم هست. خوشگله ولی توش. تو کانادا هم چیزای اینجوری پشتش چیه؟ چه جای رومانتیک باحالیه نه؟ با بهروز میاد. یه بار اومدیم وقت نمیشه با بهروز بیاد. بهروز میاد همش در دور. تنها نمیمونیم که بریم مثلا یه بیایم رستوران جایی. همش با
این بر اون بر با اینو همش یا بیچیم یا مسافرتیم شلوغیم یا مهمون داریم تو خونه. باید بری سمت چپ. آه این تو؟ بله بله. ما اینجا نبودیم. اون مرزیم خوشگلا. آها اونه ها نگاه کن تنور گنده سمت چپ بالا. بفرمایید استاد. مرحبا. نکردیم رزرو؟ نه رزرو می‌کردیم؟ رزرو چیه بابا؟ بگو ما خودمون رزرویشنیم. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Siz Türkçe konuşuyor musunuz? Evet. Ha, siz konuşuyorsunuz. Rezervasyonunuz mu vardı? ها نوبت باید بزنیم ها؟ این آش پیتزا میخوره آقا. آشی. واقعا یه دونه پیتزا دیدم الان یه پنیر اینقدی گنده وسط. این برای هدف اون اومده. مثلا این خانومه که پیژامه تنش بود اینجا کار میکنه. گفت اونجا بشینی؟ اون که 2 تا صندلیه.